روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 4 اکتبر است و شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. این برنامه را همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. حالا با موضوع اساسی شناس شوید. مقامداران روسیه از غرب خواستند که تحریم‌های ضد طالبان را بیکار کرده مسئولیتی برقراری افغانستان را به گردن گیرند. اجرای نقشه دعوت در یک روز سبب چیست؟ مشکل مهاجرت کاری به روسیه یا امتیازها به نوسکران خطلانی؟ پناهی دادرم حسین جان به کمیسریت حربی رفته عریضه خود را نوشتم. حسین جان از این کار خبردار شد. او هم به کمیسریت حربی رفته عریضه خود را نوشت. و در دوشنبه نخست نمایش فیلم شیرین برگزار شد. ماجرای اویلوی یا صدمه ماشینی که آغاز صدمه زندگی یک خانواده شده است. امروز در مسکو در پی ملاقات با سرپرست وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان امیرخان متقی، وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف از غرب تقاضا کرد که تحریم‌های ضد حکومت طالبان را بیکار کرده برای به گفتش برقراری این کشور مسئولیت را به دوش بگیرد. با نوشته خبرگزاری فرانس پرس در مکالمه‌ای که سال یک بار برپا می شود در برابر مقامات روسیه اینچنین همسایه‌های افغانستان از آسیای مرکزی و هم خاور میانه اشتراک کردند. معلوم نیست از تاجیکستان کسی شرکت کرد یا نه. مسکو که حتی پیش از سری قدرت در افغانستان برگشتن طالبان در اوگوست سال 2021 با این سازمان ارتباط برقرار کرده است، حالا با مأموریت عمل کننده کابل رابطه های خوبی سیاسی دارد. امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان گفت در خاک افغانستان مرکزهای تروریستی گروه دولت اسلامی وجود ندارند و جنگجویان آن با استفاده از مرکزهایشان در خارجه وارد خاک این کشور می شوند. تاجیکستان با افغانستان قریب 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و مقامات در دوشنبه این سرحد را همیشه چون منبع عبور گروه‌های خطرزای تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر پرچالش عنوان کرده است. در ولایت ختلان مقامات گزارش دادند که نقشه دعوت به ارتش در این منطقه پوره و همگی در یک روز اجرا شده است. آنها اعتراف میکنند که چنین حالت بار اول رخ میدهد. برخی میگویند مشکل مهاجرت و کار در روسیه و هم بعضی امتیازهایی که برای دلگرمی پسران جوان از جانب مقامات ختلان فراهم شد برای اجرای نقشه دعوت به ارتش مساعدت کرده است. خدمت در ارتش با سبب وجود مشکلات بدرفتاری و خشونت مورد نگرانی و انتقاد بسیار عائله ها می باشد. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. ولایت ختلان باری اول در 10 ساله اخیر نقشه دعوت جوانان به خدمت حربی را 100% اجرا کرد. به مناسبت این دستاورد در مرکز ولایت با اشتراک مقامات و دعوت شونده ها یک چوره‌بینی مخصوص برگزار گردید. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید تاکید کرد که اجرای نقشه در روز اول یک دستاورد تاریخی می باشد. در تاریخ ولایت اولین مرتبه است که در روزهای اول نقشه دعوت به خودگی اجرا شد. این زمان ولایت ختلان 210,000 نفر ذخیره جوانان را برای سفربری به ارتش دارد که از این شماره 200,000 آنها با خواهش خود نامنویس شده‌اند. 3,000 نفر از نامنویس شدگان به کورس‌های رانندگی جلب شده شهادت نامه گرفته‌اند. اینچنین ختم کنندگان دانشگاه ها امسال به واسطه بعد ختم به خدمت حربی جلب شده اند، نه از داخل دانشگاه ها. تصمیم گرفتم که بعد ختم دانشگاه با خواهش خودم به خواهش مصالحه جمهوری تاجیکستان شامل شده سر بلندم خدمت وطن مادر را ادا نموده به خلق وطن خود خدمت نمایم. ناحیه هایی که سالهای پیش با مشکلات زیاد نقشه دعوت را اجرا می‌کردند امسال در روز اول از اجرای پوره نقشه خبر دادند. ولی برخی خانواده ها گفتند که اخراج فرزندان آنها از روسیه به اجرای نقشه تاثیر گذاشته است. بعضی جوانان در صحبت های خصوصی اقرار میکنند که پس از اخراج از روسیه تصمیم گرفتن به جای پنهان شدن یا فرار کردن به خدمت حربی روند. تصمیم گرفتن که به خدمت روم. پناهی دادرم حسین جان به کمیسریت حربی رفته عریضه خود را نوشتم. حسین جان از این کار خبردار شد. او هم به کمیسریت حربی رفته عریضه خود را نوشت. ما با همراهی دادرم حسین جان به خدمت مادر وطن رفته سر بلندانه خدمت مادر وطن می نماییم. پس از مراسم کلچگزان حکومت ولایت ختلان همه دعوت شونده ها را به قسم های حربی گسیل می کنند.
با وجود آنکه ولایت از اجرای پوره نقشه دعوت خبر داد، بعضی ناحیه‌ها هنوز 100% نقشه خود را اجرا نکردند. مقامات امیدوارند که شهر و ناحیه‌های قفا مانده پیش از مهلت نقشه خود را پوره اجرا خواهند کرد. یادآور می‌شویم که هفته پیش در یک دعوت کم نظیرش وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا از کمیسریات‌های حربی خواسته بود که به هنگام دعوت به ارتش دست به قانون شکنی نزنند. منظور سرباز شکار و مجبوری به ارتش بردن جوانان است. بسیار مخالفان خدمت از مهترسالاری یا دیدفشینه و خشونت انتقاد میکنند که سربازان دوام 2 سال با آن در ارتش روبرو میشوند. بنا به آمار رسمی در مدت 3 سال اخیر در صف نیروهای مسلح تاجیکستان بیش از 100 سرباز به هلاکت رسیده است و نه همیشه سبب این مرگ و میر فقط بیماری ها بوده است. رادیوی آزادی سلسله نوشته های تاریخ نگار تاجیک کمالالدین عبداللهیف را در کتاب گرد آورد و آن را در شهر پراگ چاپ کرد. این مطلب ها از سال 2020 تا 2024 در گوشه بلوگستان رادیوی آزادی به زبان های تاجیکی و روسی نشر شده است. آمدن عرب ها و اسلام به منطقه تا رویدادهای مهم یک عصر آخر تاجیکان را در بر میگیرند. همکاری ما کیومرث عطا با ما در استودیو است و محتوای کتاب را از او میپرسیم. کیومرث بفرمایید. سلام به شما و بیننده های عزیز. پیش از همه نام کتاب این قصه های پنهان تاریخ تاجیکان است و همین حالا در تورنما یا وبسایت رادیوی آزادی برای همه دسترس است. 100 سال به بخارا، استالین بنیادگذار تاجیکستان، افسانه یا واقعیت، کشتن انور پاشا، یورش فوزیل مخزوم و از باسمچی ها تا طالبان از موضوعهای اساسی کتاب هستند. در آن رازهای نهان، شکست های تاجیکان، برخورد منفعت های نه تنها بعضی از قدرت های جهان بلکه گروه های داخلی نیز بازتاب یافته است. در پیش سخن کتاب نوشته های کمالالدین عبداللهیف یک نگاه نو، نگاه خالی از همه گونه پیش‌داوری یا بهاگذاری ایدئولوژی تصویر شده است. یعنی نویسنده در نگاشته های خود نمیگوید که چی چیز برایش پسند است یا که ناپسند، بلکه میگوید که چی حادثه شد، چرا شد و آنچه که شد کار را به کجا کشید. این کتاب طوری من دیدم 224 صحیفه دارد و عبارت از 4 بخش است. آیا میتوانید کیومرث برای بیننده ها مختصر بگویید که این بخش ها درباره چی قصه میکنند؟ بله خیرامان، در قسم اول قصه های تاجیکستانی سال 1924 و بعدی آن بیان شده، بیشتر در مورد صدرالدین عینی، عبدالرؤف فطرت، جدیدهای دیگر و ابوالقاسم لاهوتی بحث شده است. کمالالدین عبداللهیف دوره شوروی تاریخ تاجیکستان را یک روند پرجوش و خروش دیگرگونی ها، زد و خوردها، سازش ها و ضدیت ها نامیده است. بخش دوم باشد با مقاله درباره بخارا سر شده با مناسبت لنین و استالین با تاجیکان ادامه میکند. مؤلف میگوید که استالین بیش از 70 سال باز از بین رفته بود. در تاجیکستان دیگر یگان شهر و کالخاز، کوچه یا حتی خیابان به نام او نمانده است، ولی خاطره او هنوز زنده است. بنابراین او سوال گذاشته است که آیا میتوان با ظالم و قربانی او در یک وقت افتخار کرد؟ چرا گذشته شوروی که احتمال استالین در آن مقام مرکزی را اشغال میکند تاجیکان را ترک نمیکند؟ بخش سوم این همسایه ها نام دارد و در این گوشه بیشتر مطلب های جای گرفتند که مناسبت و پیوند تاجیکان و تاجیکستان را با چین، افغانستان و کشورهای دیگر منطقه بازگو میکند. خاطره از گفت و شنید صلح تاجیکستان در بهار سال 1994 این بخش پایانی کتاب است. مؤلف آن زمان در واشنگتن بود و شاهد شده است که چگونه جهانیان بار اول درباره تاجیکستان گپ میزدند، ولی با گفته خود مؤلف دلیل حرف زدن آنها بسیار غم انگیز، یعنی همان جنگ شهروندی در تاجیکستان بود. تشکر و بیننده های عزیز، بار دیگر یادرس میشویم که کتاب قصه های پنهان تاریخ تاجیکان در وبسایت رادیوی آزادی دسترس است. می توانید آن را بگیرید، خوانید و نظر خود را با ما در میان گذارید. و بینندگان ارجمند، در این فرصتی برنامه پارچه از بحث گپ آزاد را با هم میبینیم که این هفته صحبت در آن درباره حمله به سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای اسلامی و یا مفتی تاجیکستان است. همکارم میرزا نبی خالقزاد از امرالله نظام و یک فعال مدنی و عزت الله ددبویف، مفتش سابق در دوشنبه، این سوال ها را در میان گذاشت که چی سبب و کیها
میتوانستند به یک روحانی بلند مقام تاجیک در داخل مسجد حمله کنند. به نظر شما حمله یک جوان در بین مردم، همونی که شما اشاره کردین، به یک روحانی بلند مرتبه در تهران مثل حمله یک مرگ طلب یا فردی از جان بیزار و یا افراطی نیست؟ این در وابسته به این مسئله چه میگوید شما؟ ما اگر هم مرد و یا اینکه فرد مرگ طلب در اونجا حضور می داشت، هیچ وقت پیش از آن که توجه مردم را به خودش جلب کند و خطاب به رئیس مرکز اسلامی بگوید که من گوشت را میبرم و یا اینکه فلان میکنم و یا اینکه حمله کند، در حال وارد عمل میشد. وقتی که ثبت و دیگر فکت ها رو چی به روزنامه‌نگاران چی به همه پیشنهاد نمیکند مقامات حفظی حقوق، این شبهه ها رو در چی بین روزنامه‌نگاران چی در بین جامعه شهروندی چی در بین فعالان چی در بین دینداران میبرد. و بینندگان گرامی، برنامه گپ آزاد روز یکشنبه 6 اکتبر در وبسایت azadi.org و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. ساعت نشر 13 به وقت دوشنبه و 15 به وقت مسکو است. در دوشنبه نخست نمایش فیلم کوتاه کارگردان امیدخان ترسون و با نام شیرین برپا شد. این اولین فیلم ساخته این کارگردانی زن است که در استودیوی تاجیک فیلم برداشته شده است. همکارم عبدالغنی عبدالوهاب یکی از نخستین تماشابینان این درامای اویلوی بود. چونکه من نمیدونستم که با تو من نموشی مهم بوده است. تو فکر میکنین همش در یک روز شد. خسته شدم. این فیلم کوتاه نخستین کار فیلمساز جوان امیدت ترسونوف است. نخست نمایش آن که به نام قهرمان اساسی شیرین نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را خود امیده نوشته، نوارگیری آن را کارگردانی کرده است. سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی وقتی وارد سینما شدم خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان میشوی اولین قدم هایت رو میمانی، متوجه میشی که تو رو متوجه میکنم که جنس یا سین و سال در این فیلم در کارگردانی فرقیت ندارد. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیات آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دچار و سبب آغاز جنگ و جدال در عائله می شود. ماشین را به زندگی تشبیه داده است. صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است و یعنی که خلاصه این فیلم هم همین است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نه چندان دهشتناک هم ادامه یابد. مشکل خانواده های جوان که در بیشتری مورد با فروپاشی عائله انجام می‌یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک میگویند این گونه موضوعها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. و داغ امروزه عائله های جوان را، مناسبت های خوشتمان و کلیم، پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم. فیلم 20 دقیقه‌ای شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد است. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته میشوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقیدها را قبول دارند، اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه میکنند. سینما در تاجیکستان الحال اساساً از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلمسازان آن را ناکافی می دانند. بینندگان ارجمند، برنامه با همین به آخر می رسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر را همیشه می توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما.